چرا درباره خواندن و درس و مدرسه و مکتب نمیکشین؟ من نمیدانم که مردم افغانستان چی بلا زده. فقط شب تا صبح مدرسه آبروریزانی میخوانین، درس عزت ریزانی میخوانین. یک کسی که در اونجا موال واقعیت خود میبینین نه در صفحات اجتماعی فلانی زنا کرده است، او بی دین او بی شرف. چرا عزت یک کسی را در صفحات اجتماعی میگذاری؟ هر کسی که اگر مولوی هستی، مجاهد هستی، عالم هستی، دانشمند هستی، آبرو ریزاندن گناه کبیره است. چرا ویدیوش در صفحات میگذارین؟ اونم به نام مولوی باز زیرش مردم نوشته میکند. من نمیدانم که ملت چی وقت خوشحال میشه، چرا از این احمقیت میبراید. گپ ما تیزتر است، خفه نشین، واقعیت است. مردم در کجا گشته؟ یک جوان تاجیکستانی که 70 سال زیر اثر روس دهری تربیت میشه، حال آزادی میگیرد، حدیث میخواند، میگه مردم افغانستان چرا در پشت آبروریزانی یک فصل مسلمان میگردین؟ چرا آبروریزانی وظیفه تان است؟ معاذ فلانی گناه کرده بود، صحابه کجا نشرات کرده بود؟ شرم بکنین. این شما را در کجا میکشاند؟ آیا بوزکشی درد یتیم را تربیه میکند؟ آیا بوزکشی و این مستی ها و این شبکه خنده آیا شکم یتیم را سیر میکند؟ مردم در کجا رسیدن؟ شما عالم به آبرو عزت مردم بازی میکنین. شرم و حیا بکار است. ملت از خدا بترسین تا توانی پرده مردم